به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، مهمان امروزه ما یکی از صحابگان پیامبر است صلی الله علیه و سلم که نامشان عبدالله ابن جحش می باشد. عبدالله ابن جحش بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم رابطه خویشاوندی دارد از دو طرف. از یک طرفش فرزند عمه پیامبر گرامی اسلام می باشد و از طرف دیگر برادر همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش. و عبدالله ابن جحش یکی از صحابگان هست که در روزهای اول دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر پیامبر گرامی اسلام ایمان آوردند و دو هجرت را در حیات خود دیدند. یکی هجرت به سوی حبشستان و دیگر هجرت از مکه مکرمه به سوی مدینه. قصه شان چنین است که زمانی که بالای آنان که ایمان آورده بودند از صحابگان از طرف مشرکین مکه اذیت زیاد شد، شکنجه زیاد شد. اینا به خاطر محافظت دین خدا مکه مکرمه را ترک کردند و هجرت کردند به سوی مدینه منوره. و مورخین چنین میگویند که عبدالله ابن جحش یکی از ثروتمندان بود و این چنین خداوند برایش این هدیه را فرستاده بود. مشرف به این گشته بود که خود با اهل و خاندان و با خویش و تبار همگی ایمان آورده بودند به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. زمانی که عبدالله از مکه هجرت کرد خاندان خود را خانه های خود را گذاشته بود با مال و آن انجامی که در داخل خانه بود در مکه گذاشته بود. و یک روز ابو جهل و این چنین سرداران مکه از مشرکین اطراف مکه مکرمه می گشتند، می نگریستند که کدام از صحابگان پیامبر هجرت کردند و کدامیش در مکه مکرمه ماندند. و ناگهان خانه همین عبدالله ابن جحش در چشم ابو جهل و اونانی که با ابو جهل بودند افتاد و دید که در خانه ها کسی نیست و رفته داخل اون خانه ها شد و آن مال و انجامی که در داخل خانه عبدالله ابن جحش بود گرفته استفاده کرد، همچنان که خود ابو جهل صاحب خانه باشد. زمانی که این خبر به گوش عبدالله ابن جحش رسید و عبدالله ابن جحش نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده این خبر را رسانید و پیامبر صلی الله علیه و سلم جمله زیبایی را برای عبدالله گفت که آیا تو راضی هستی که خداوند در عوض این خانه‌ای که در مکه گذاشته در جنت برایت خانه دیگری را هدیه کند، برایت بدهد؟ عبدالله بله گفت، یا رسول الله بله این را من خواهان هستم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش بشارت داد یک خانه در جنت. دوستان عزیز، چند درسی که ما از این می توانیم برداشت کنیم. یکی ببینید که عبدالله به خاطر خداوند، به خاطر دین خداوند و حفاظت کردن دین مکه مکرمه را ترک کرد، با آن مالی که داشت حتی خانه خود را گذاشت و رفت تا اینکه دین خدا را محافظت کند. دوستان عزیز، این را باید ما دانسته باشیم، از این درس ما برداشته باشیم که اکثریت امروز می شود که به خاطر یک مال ناچیز دنیا دین را بعضی از مسلمان ها یک طرف می گذارند و قبول می کنند همون مال دنیا را، حتی بر دروغ مال به دست می آورند، حتی بر یک عمل هایی که خلاف شریعت است به همون مال به دست می آورند. و ببینید که از این صحابه ما باید آموخته باشیم که به خاطر خداوند و به خاطر حفظ خداوند دنیا را گذاشت، خانه و در خود را گذاشت و سفر کرد و تا به امروز نامش در تاریخ زنده است. به همین خاطر دوستان عزیز، هر کاری که اون خلاف شریعت باشد ما باید اون را ترک کنیم، اگر چندی که باید درآمدی داشته باشد. دیگر درسی که از این صحابه گرامی ما میتونیم آموخته باشیم، ببینید که هر خبری که برای او رسید نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده مشوره پرسید، سوال کرد. درس ما با خود گرفته باشیم که
اگر در کدام مسئله زندگی ما در ماندیم حتما یک عالمی را، یک دانشمندی را پیدا کرده باشیم و اون سوال خود را پرسیده باشیم و حتی پیش از این که یک کاری که در آن درآمد مالی است ما انجام داده باشیم باید یک عالمی را، یک دانشمندی را پرسیده باشیم که در همون عمل ما، در همون کار ما شبهه نباشد. دوام قصه عبدالله ابن جحش چنین است که عبدالله ابن جحش یک مدت در مدینه منوره ماندند و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روز 8 نفر را انتخاب کردند برای امر فرستادند و این عبدالله ابن جحش را سردار این نفران گذاشتند و امیر همین 8 نفر گذاشتند و این است که مورخین میگویند اولین امیر المؤمنین که در اسلام نام برده شده است همین مشرفی که گشته است، مشرف عبدالله ابن جحش. دیگر این است که زمانی که غزوه احد بود، دومین غزوه که در اسلام برپا شده است، عبدالله ابن جحش با سعد ابن ابی وقاص در این غزوه یک مشورت کردند. عبدالله از سعد پرسان شد که آیا پیش از این شروع شدن این نبرد نزد الله دعای نمی کنیم؟ و این مشورت شدند که یک دعای نزد خداوند کرده باشند و هر دو به سوی خداوند دعا کردند. هر دو هم از خداوند شهادت را پرسان شدند و دعای عبدالله ابن جحش خیلی از صمیم دل بود. به سوی خداوند دعا کرد که خدایا در این نبرد مرا نصیب شهادت کرده باش و خداوند نصیبش گردانید تا در این نبرد شهادت را نوشیده باشد. و در این نبرد همچنان ما هم می‌دانیم که حضرت حمزه عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در این غزوه احد شهید شده بودند و هم حضرت حمزه و هم حضرت عبدالله که در این غزوه شهید شدند خونهایشان جاری بود و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم امر کرد تا این هر دو را در یک قبر گذاشته باشند و این چنین هم کردند، در یک قبر گذاشتند با همون خونهایی که از بدن این دو شهید اسلام جاری می شد. دوستان عزیز، باز هم درس دیگری که ما باید از این قصه گرفته باشیم این است که ببینید به سوی خداوند از صمیم دل از صدق دعا کرد و خداوند دعایش را قبول کرد. ما هم که اگر در مسئله، در کار، در زندگی در ماندیم به سوی خداوند از صمیم دل دعا کرده باشیم، البته که خداوند با فضل و کرم خودش این دعای ما را قبول خواهد کرد. یک شما را به الله منان میسپارم. سربلند و موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله.